مادر جانم، های مردم بگویید من مادرم را از راه دور پشتاره کرده آوردم، قرض فرزندیم را ادا کردم. اصلا این بحثی یک جوان دید در بغلش مادرش طواف خونه داره. گفتن که بچه این چیه در اینجا؟ بیادبی نشو، همین مونده زیارت کو. گفت این مادر میگفت من 4 باره حجش میارم. آیا گفت من حقش ادا کردیم؟ اگر خدا گفت 70 سال عمر تیا و 70 سال دیگه خدمت کنی، یک شبه یک رنجی که بدون خوبی در بوله گهوارت ادا کردی نیستید. نه بلور یک شب که در بوله گهوارت خوب کرد. خدا خواهد بچه یک کد بینیم روز بچه یک خدا خواهد اگر کسر شوه، خدا خواهد ماشین نه پای پیاده گرفته میدویش نمره. من جون مگی اگر در چلی گوه که گردش تامش نگه گرده ما گرده من اگه ماش مورم همین حیات بره میگوی پدر تم تزاکی همین چنون بود. پدر میگه